آنهایی که این شب و روز از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند از بالا رفتن قیمت راهگیرها شکایت دارند. اگر چند روز پیش آنها می توانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهگیرها تقریبا یک برابر قیمت شده است. اینا تاکسی ها 250 300 میلیون. ما پاپتیو نمیبینیم. کامباغال هم با کامباغال شدیم. ساعت 80 نمیخواد. این تاکسی ها به سبب وای قیمت کردگی باشند، به سبب برف می یا دیگه مسئله می؟ برف. مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها ربط می دهند. راننده ها میگویند برفباری شدید چند روز اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده است. روزی من سه شفیور رو پوچان کردم و شفیور رو میگویی برف وزمین خیلی وزمین است. نرخ نوعی وزیرش به نرخ نوعی هر روز خیلی مشکل است. دینا من سفر کردم آمدم. من نفهمیدم که روز یکم قیمت شدگی است. من نفهمیدم روزی. منم پرسون کردم گفتن از روز یکم از چیزای یکم уже تا روز نرخش دیگه شدگی است. ایش برای ما مشکل است. برای ما مشکل است که ما مثلا 50 سنتی هم خیزم یا 50 سنتی هم برای مشکل خیزم. برای ما مشکل است. خوجند تو سروده ها از 80 گفتم من گفتم 70 میگم میگه 50 بود. هم که بود؟ 50 بود. تاکسی زیادور نه. بنزین گاز. در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند گرانشوی راهگیرها در فصل زمستان به نرخ‌گذاری‌های وزارت نقلیات وابسته است. نرخ رسمی طبق مقررات وزارت نقلیات از 1.5 سامانی تا 3 سامانی برای هر یک کیلومتر معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد به حساب میانه 800 سامانی راست می‌آید. ولی مسافران میگویند در بعضی حالت مسافرکشان‌ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول می‌گیرند. مسئولان نظارت نرخ در راه‌ها میگویند راهپولی مسافران را راننده‌های بلند می‌کنند که غیر قانونی فعالیت می‌برند و از زیادشوی مسافران استفاده می‌کنند. آنها میگویند نه همه کراکش‌ها سند لازمی کار و مالیات سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.